سلام. به دیروزنامه خوش اومدیم. جایی که روزنامه‌های قدیمی رو در کنار هم مرور میکنیم و اخبارش رو پیگیری میکنیم. من جلالم. منم امید. داستانی که این سری میخوایم براتون تعریف کنیم از روزنامه وقایع اتفاقی است. مطمئنا این اسم رو خیلی شنیدید. اولین روزنامه‌ای که به ما گفتن ایرانیه. ولی اولین روزنامه نبوده، در اصل سومین روزنامه بوده. سومین روزنامه بوده، خیلی جالبه. حتی دومی هم نبوده، سومین روزنامه ایرانی بوده. ولی در حقیقت دومین روزنامه فارسی زبان ایرانی بوده. دومین روزنامه‌ای که توی ایران به چاپ رسیده روزنامه‌ای بوده که آشوری زبان بوده. توی ارومیه هم به چاپ رسیده بوده. اسمش چی بوده؟ این زیر ببینید. سخت. واقعا انقدر سخته که این زیر ببینید حقیقتا. چون که ما چه کاره ایم. روزنامه در از اول یک روزنامه‌ای بوده که به معنی تحت لفظی نیوزپیپر بوده. و خب نیوزپیپر، نیوز اخبار، پیپر ورق. بگو اسمش چی میشه؟ کاغذ خبر بوده که کاغذ خبر. تا مدت ها کاغذ خبر میگفتن مردم. شخصی بوده به نام ابو صالح کازرونی، علی صالح کازرونی، متولد کازرون هم بوده. به دستور عباس میرزا میره به انگلیس برای درس خوندن به همراه 4 نفر دیگه. چه باحال، من اینا نمیدونستم. آره. من میدونستم در زمان محمدشاه قاجار. در زمان محمدشاه قاجار به چاپ رسیده بوده. عباس میرزا در حقیقت فرستاده بوده این بنده خدا رو که تحصیل بکنه. خیلی جالبه این که کلا ما 2 نسخه ازش داریم، خیلی جالب تره حتی. آره بعد برمیگرده با خودش حتی دستگاه چاپ برمیداره میاره. وقتی که برمیگرده از سفر به انگلیس و سیاحتنامه‌شو می‌نویسه و سفرنامه‌شو می‌نویسه که حتی سفرنامه و سیاحتنامه آقای کازرونی هم موجوده. حالا نه به اون کیفیت ها ولی خب هست. میاد اینو روزنامه رو به چاپ میرسونه. ما الان تحت لفظ میگیم روزنامه، یعنی که چیزی که روزنامه که هر روز بیادش، ولی در حقیقت این ماهنامه بوده. بعد جالبیش میدونی چیه؟ جالبیش اینه که این ماهنامه که همون روزنامه هست از کلا این کاغذ اخبار، اولا که تایتل نداشته، یعنی اون بالا ننوشته بوده موضوع کاغذ اخبار. آره موضوع نداشته. نه موضوع نه، اسم چاپ نمیشده روش. 3 سال توی ایران به مدت 3 سال هر ماه ما این روزنامه رو داشتیم و در حال حاضر که داریم باهاتون صحبت میکنیم هیچی از این روزنامه وجود نداره تو ایران. توی ایران 2 نسخه وجود داره و این 2 نسخه هم توی موزه ملی انگلیسه. حالا من نمیدونم چرا که روزنامه‌ای که ما چاپ کردیم پروفسور حمید مولانا چندین سال پیش، سال دقیقش یادم نیستش، داشته توی انگلیس تو همون موزه توی روز چیزا واسه خوش میگشته، یهو میره روزنامه زمان محمدشاه و اون زمان بوده که برمیگرده میگه آقا تاریخ روزنامه نگاری در ایران برمیگرده به عقب‌تر، نه با وقایع اتفاقی شروع شدن. ولی خب حالا ما میخوایم در مورد وقایع اتفاقی صحبت کنیم و اتفاقا ببینیم چه اتفاقی افتاده که وقایع اتفاقی شکل گرفته. ما داستانمون رو از اولین چاپ وقایع اتفاقیه براتون پیدا کردیم و حالا میخوایم در مورد خود وقایع اتفاقیه مقدار توضیح بدیم بهتون. وقایع اتفاقیه به دستور ناصرالدین شاه و در زمان صدارت امیرکبیر چاپ شده. اتفاق خیلی قشنگش اینه که خب امیرکبیر وقتی فوت شد روزنامه ادامه پیدا کرده. کشتنش. فوت شد بعد. کشتنش. به قتل رسید. در حمام فین کاشان. آره در فین کاشان کشتنش. مجسمه‌ش هم در هر صورت یه بردن فوت شدن دیگه، قتل هم میشه دیگه. نه شهید راه حق شد. نشد. حالا کاری ندارم بریم چه اتفاقی میگیم. ولی حالا اتفاق این بوده و بعد از حالا کشته شدن امیرکبیر همین ادامه پیدا کرده، یعنی اینکه خود دستور مستقیم ناصرالدین. یکی از دلایلی که ناصرالدین شاه ادامه داد این موضوع رو این بودش که خودش استفاده میکرد از این و
اون محاوره‌ای که دوست داشته شو توی روزنامه به کار بردش. یعنی در اصل اولین نثر ساده‌ای که الان بر ما ساده نیست، برای اون موقع اولین نثر ساده چاپ شده‌ای که ما داریم رو در روزنامه وقایع اتفاقیه می‌بینیم. همونجوری که خودش دوست داشت ناصرالدین توی حتی مثلا خاطراتش که میداده وزیراش مینوشتن خیلی ساده نقل میکرده، خیلی ساده صحبت میکرده، دنبال قدیمی بودن اون فاز نثر خیلی قدیمی تر از خودش نبوده. بله. سال هجریشو من میگم 1264 بوده. 1851 اولین نسخه وقایع اتفاقیه بوده. بعد جالبیش میدونی چی امید؟ این روزنامه رو شما اگه وزیری، وکیلی، سفیری چیزی بودی باید حتما میخریدی. یعنی یک روزنامه‌ای بوده که دولت داشته درست میکرده و از شما پول زوری میگرفته و شما باید حتما این روزنامه رو میخریدی. آره و قیمتش هم بالا بوده به نسبت 10 شاهی هر روزنامه بوده، به امضا آبونمان هم داشته، 24 قرون هم آبونمان میگرفتن و مردم عادی بعید میدونم کسی میومد همچین روزنامه رو بخره، مثل اینکه قیمتش با 1.5 کیلو گوشت برابری میکرد. آره تو شماره 19 همش یک سری اتفاقات افتاده بوده که در مورد قیمت گوشت صحبت شده بوده. آره. و ما این اطلاعات رو در اصل از اونجا داریم که انقدر فکر کن شما مثلا 1.5 کیلو گوشت میخری یا روزنامه. من خودم به شخصه گوشت ترجیح میدم، ولی من میخوام مقدار تغییر بکنم روزنامه. یعنی روزنامه میخوردی شبا؟ نه اطلاعات هم میبردم بالا، اطلاعات دنیوی هم میبردم بالا. من فکر میکنم ولی واقعا تو اون شرایط همه گوشت میخوردن. آره. بعد شما در نظر گوشت اون موقع سالم. خب دیدید که چه اتفاقاتی افتاد، عکس روزنامه رو دیدید و اینکه حالا ما این روزنامه وقایع اتفاقی که سال 1851 به چاپ رسیده رو میخوایم برای شما اون روزو که صحبت کردن از اون اتفاقات، مقاله نویسش اصلا نمیدونیم کی بوده، چی نوشته، تو ذهنش چی بوده. من خیلی دوست داشتم ذهن اون شخصا ببینم. این که مثلا ما گشتیم اولین چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه رو پیدا کردیم، ولی کاری نداریم، چیز عجیبی بود خودش. یک بخش این روزنامه چند بخش داره، احوالات خارج، احوالات نمیدونم فرانسه، کشورهای مختلف رو نوشته. یک بخشی داره به اسم احوالات متفرقه که داستانی که میخوام براتون تعریف کنیم از این بخش. برای ایالت کالیفرنیا. ایالت کالیفرنیا نه توی روزنامه نوشته، ما حال حاضر بهش میگیم که ایالت کالیفرنیا. آره توی روزنامه نوشته مملکت کالیفرنیا. یعنی ببین تو اون زمان بهش میگفتم مملکت کالیفرنیا. احوالات متفرقه، اسم جذابه. این داستان در مورد کشف طلا توی کالیفرنیا. خیلی جذابه. طلا. دوستان اتفاقاتی که شنیدیم حالا میخوایم یه مقدار بسط بدیم، گسترش بدیم، بازش بکنیم، ببینیم که تو اون احوالات، تو اون حالایی که اون روزا داشتن مردم تو چه فازی بودن، تو چه دنیایی زندگی میکردن که طلا کشف شد توی آمریکا. اول از همه به این برسیم که آمریکا وضع اقتصادی خوبی تو اون لحظه نداره. رئیس جمهورش اگه اشتباه نکنم به نام میلارد فیلمور بوده. آره این شخص رو خیلی اطلاعات ندارم در موردش، حتما براتون یه ویدیوی مجزا در مورد میلارد فیلمور هم درست میکنیم که ببینید که ایشون اصلا جزو حزب ویک بوده و اصلا حزب ویک چی بود و چجوری ادغام پیدا کرده با جمهوری خواه. تو اون تایم توی اروپا، فرانسه، ایتالیا، آلمان اینا به سمت آزادی خواهی میرفتن. اون جریانات انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی اروپا و این داستانایی بوده که داشته به ترتیب رخ میداده. زیاد کاری با این ور دنیا نداشتن، ولی وقتی که فهمیدن که توی یه ایالتی به نام کالیفرنیا طلا پیدا شده و اینکه نه اینکه بری زمینو بکنی به طلا برسی، چرا به چیکار کنی؟ تو رودخونه. خیلی زود رفتی رسیدی به اونجا. قبل از اینکه بخوای برسی به اونجا، ببینید ما یه سری اطلاعات داریم. میگه جمعیت کالیفرنیا قبل از اینکه طلا پیدا شده توش 140,000 نفر بوده و زمانی که طلا پیدا شده تبدیل شده توی یک ماه، تو 30 روز، خیلیه، تو 30 روز تبدیل شده به 300,000 نفر
و اصلا شما فرض کن مثلا یه روز صبح از خواب بلند میشی میگن فلانجا طلا پیدا شده، بریم پیدا کنیم، بریم دراریم. و از همه جای جهان، مکزیک، اسپانیا، هند، حتی چین، از همه جای جهان شروع کردن حرکت به یه سمت سوالی کالیفرنیا. ازت بپرسم جلال، این یک هفته‌ای که داریم این داستانو میکنیم من این سوال تو ذهنمه، تا الان ازت نپرسم. به نظر تو از ایران کسی رفته بوده کالیفرنیا همون تایما که ببینه طلا هست یا نه؟ ببین در هر صورت خبره یه جوری رسیده به ایران دیگه. نه یعنی آخه نمیدونم، منم نمیدونم، خیلی دوست داشتم بدونم ولی چیز اطلاعاتی در موردش پیدا نکردم. اگه کسی اطلاعات تو این زمینه داره یا مثلا حتی میدونه یه نفر رفته تو اون تایم کالیفرنیا، یه سفرنامه چیزی باید داشته باشه دیگه، اینو حتما به ما بگید، ممنون میشه. یه آقایی بوده به اسم جان سوتر در 1839 مثل این که از سوئیس به کالیفرنیا میاد و یه سری زمین رو از کشور مکزیک، درست میگم؟ از دولت مکزیک خریداری میکنه توی کالیفرنیا. اون موقع کالیفرنیا یه بخشی از مکزیک بوده. مثل این که این آدم میخواسته شروع کنه کشاورزی کردن و کار و اتفاقاتش. بهتون بگم این اتفاقاتی که توی آمریکا هست که الان واسه همتون سوال پیش میادش که مکزیک کالیفرنیا رفته، از کالیفرنیا از مکزیک خرید کرده، یعنی چی اصلا؟ اینو حتما باید توی ویدیو مجزا براتون بذاریم. این ما آروم آروم تمام این تاریخ ها رو میایم با هم دیگه مرور میکنیم و به دست میاریم که چی از کجا به وجود اومده، انقلاب فرانسه چجوری بوده، انقلابی که توی حتی آمریکا به وجود اومده چجوری بوده، چجوری از سرخپوستای آمریکا زمیناشون رو گرفتن و حالا اتفاقات دیگه. این آقای از سوئیس پامچی میاد اینجا این زمینه رو میخره و شروع میکنه کار کردن. بعد از این مدت تصمیم میگیره یه کارخونه چوب سازی و چوب تراشی در از توی زمینای خودش ایجاد کنه و برای اینکه این حرکت رو انجام بده شروع میکنه به ساختش. یه کارمندی داشته در اصل این آقا به اسمشون من جیمز مارشال بود اصلا. آره این آقا داشته یه آسیا با آبی رو درست میکنه روی رودخونه که یا متوجه میشه که طلا زرد رنگی، طلایی رنگی. چقدر عجیب. میره به این بابا میگه که آقا من طلا پیدا کردم. با هم دیگه صحبت میکنم، میگم بیا صداشو در نیاریم. این دو تا با هم رفیق بودن که رفته گفته ها، وگرنه بمیرات نمیره بگه دیگه. آدم دیگه نمیکنه این کارو. بعد این مدت بقیه کارگرای کارخونه متوجه این موضوع میشن و میرن فک و فامیلشون رو میارن و خودشون با اغل منقل و بیل و فلان و بسار شروع میکنن پیدا کردن طلا. اصلا دیگه کارگری هم نمیکنن دیگه واسه بابا. شروع میکنن پیدا کردن طلا و این خبره هی پخش میشه تا کلاغ قضیه که این اتفاق رو به صورت گنده در اصل توضیح میده صاحب امتیاز روزنامه کالیفرنیا استاره، یک آقاییه که اسمش رو من اینجا نوشته بودم، اگر یه ذره جوگیر بوده، بودو رفته لو داده که آقا اینجا طلا پیدا شده. ولی واسه من خیلی جذابه ها. فکر کنم مثلا یه رودخونه ایه، تو فیلم‌های آمریکایی 1000 بار دیدید یه رودخونه است اینجوری میان با این چیه همین الکاشون میان طلا جدا کنن. واسه من خیلی جالبه که رودخونه‌ای واقعا وجود داشته که توش میتونستی تو بگردی طلا پیدا بکنی. این اتفاق جالبی به نظر Never wasn't gold. They called it placer mining. Working conditions for these prospectors were primitive and backbreaking. The placer miners typically spent 10, 12, 14 hours a day, waist deep in water that was coming off the glaciers of the Sierras. The sun would be beating down on their heads. So from the پیدا کردی اسمشو؟ نه اصلا مهم نیست اسمش. آره یه آقای بوده دیگه، این پا شده رفته کالیفرنیا قبل از اینکه بخواد خبریو انجام بده واسه خودش گشته پیدا کرده طلا با یه مقدار خیلی زیادی طلا برگشته کالیفرنیا. اون چه زرنگی بوده. آره. قبل از اینکه خودش بخواد پخش کنه برداشته همچین کاری کرده. از کالیفرنیا برداشته آورده با خودش. آورده سان فرانسیسکو آورده. و خب بعدش این اطلاع میده و همه از همه جای جهان شروع میکنن حرکت کردن به سمت کالیفرنیا واسه کشف طلا.
معدن‌های طلا، رودخانه‌های پر از طلا. روزگاری بوده که یه نفر میرفته باز خودش هی میگشته چقدر طلا از اون تو گیر می آورده. و فرض کن بدبخت اون شخصی که رفته داره تلاش میکنه طلا پیدا بکنه، طلا هم پیدا کرده شو. بهش میگن تب طلای کالیفرنیا. آره. اسم اتفاق اینه. طلا هم پیدا کرده، خوشحال خندان که پولدار شد، زندگیش از این رو به اون رو شد، از رودخونه میاد بیرون. چه اتفاقی میفته؟ اما مشکلات چیز دیگه ای بوده. ببین تو چیزایی که داشتم میخوندم، من هی دارم سعی میکنم از اینجا هی نگاه کنم بهتون بگم. اولا که به مدت 1 ماه نبوده، من اشتباه گفتم، همینجا به مدت 8 ماه 300,000 نفر میشن، نه 1 ماه. این یک. دو، این که شما فرض کن کل زندگی تو در یک کشور دیگه رها کردی، به وسیله آب و صحرا خودتو رسوندی به کالیفرنیا و خانوادت و بچه ها تو کلا برداشتی آقا یه جایی از طلا وجود داره، بریم طلا در بیاریم. شما تو شیفت های 18 ساعته یا 16 ساعته وایسادی تو آب، نصف تو آبی، نصف آفتاب داره میزنه مستقیم تو سرت، داری هی گلولای زیر رودخونه رو در میاری، هی صاف میکنی، هی طلا رو میکشی بیرون، طلاها رو جمع میکنی. بعد از این تایم کاری تصمیم میگیری بری خونت یه استراحتی کنی، خونه ای که اصلا وجود نداره. ببینید یکی از معضلایی که کالیفرنیا داشت همین بود، برای یک مقدار آدم مشخصی در اصل فضا وجود داشت، امکانات وجود داشت، امکانات رفاهی، امکانات زندگی کردن، اصلا یه تعداد مشخصی، یه تعداد اندکی در اصل. آره که خب اینا بومیا بودن، وقتی این اتفاق افتاد در اصل بومیا جمع کردن رفتن. آقا اینا زندگی ما رو دارن نابود میکنن. شما فرض کنید توی همچین شرایطی حالا شروع کردن جنگلا رو دارن قطع میکنن، درخت ها رو یه سری کلبه دارن درست میکنن و حالا یه سرپناهی پیدا کردی، میخوای بیا برو سرپناه خونت بخوابی. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه سری هفته کش میان زارت میزنن میکشن. و اون رویاه از بین میره، خدافظی بکن باهاش. یعنی عجیبه واقعا، خیلی اتفاق عجیبه. خیلی عجیبه. تصورش کن، شما فکر کن مثلا جیبت پر طلاه، داری میری سمت خونه، حالا همون سرپناه، اصلا هر چیزی که هست، بری استراحت بکنی و از طلایی که به دست آوردی، زحمتی که کشیدی اون طلا رو به دست آوردی، لذت ببری و به همین راحتی میکشن. بعد خیلی باحاله قضیه اینجا ختم نمیشه، یعنی به یه جایی میرسه که دیگه کلن شما بیل میخواستی بخری بعد طلا میدادی، دقیقاً، یا الک میخواستی بخری طلا میدادی. باز اینم تموم نمیشه، آب خوردن، چون توی روزنامه توی وقایع اتفاقی دیگه نوشته میگه انقدر هوا بده و آب خوراکی وجود نداره، بیماری ها شروع میشه، وبا میاد، اسهال ایجاد میشه و دیگه خیلی بیماری. یه قسمتش هستش، حالا دوستان واقعا نثر روزنامه وقایع اتفاقی قدیمیه و مثلا گفتنش مقدار برای شما شاید حوصله سربر باشه. یه قسمتش هستش که میگه که از جایی که میخواستی بری انقدر گرم بودش که هیچ علفی وجود نداشتش و پر از مارهای سمی بوده. رد شدن از اون منطقه کار سختی بوده و همین راحتی تو نمیتونستی رد شی آقا به اون زندگی راحت برسی. واقعا کالیفرنیا یه جوری بیابونی محسوب میشه منطقهش دیگه. یه چیزی جالبه دیگه هم که میخواستم بهت بگم، کالیفرنیا تا همین الان از لحاظ فرهنگی ملغمه ای از کل فرهنگ های جهان، میدونستی؟ جالب. نه یعنی از همون زمان شروع شده این اتفاقه، آدم ها با تفکرات مختلف اومدن، با فرهنگ های مختلف، با ادیان مختلف اومدن، اون ایالت شده یک ایالت متفاوت از بقیه آمریکا. همه گونه شما آدمی اونجا میتونی پیدا کنی از بعد اون اتفاقات. ولی خب سنگین بوده دیگه، یعنی شرایط عجیبی بوده از لحاظ اقتصادی. خود آمریکا فکر کن توی یک بحران مالی عجیب، کل اروپا توی یک جنگ عجیب و یهو یه جایی شده گنده توی آرزوهای آدم ها. این کل داستانی بود که دوست داشتیم براتون تعریف کنیم. اطلاعات بیشترش رو براتون میذاریم توی حالا صفحه اینستاگراممون،
همین زیر توی دیسکریپشن بهش میگم. دیسکریپشن لینک های مرتبط رو حتما براتون میذاریم. لینک ها رو براتون میذاریم. ما رو فالو کنید، حمایت کنید. اول کار توپق میزنیم. ببخشید خیلی داریم رسمی حرف میزنیم، ما اصلا دوست نداریم رسمی حرف بزنیم، ولی چون ذهنمون هی اینه که آقا اینجا چی نوشته بوده، یعنی من به شخص خودم رو دارم میگم، یه مقدار بالا پایین داره، سوخت و سوز داره، دیر و زود داره اینا. اصلا من یه چیزی از شما میخوام، فقط هر چیزی که به فکرتون میرسه که براتون جذاب جالبه کامنت بذارید. ما اون چیزی که شما میگید پیگیر میشیم، ببینیم اگه واقعا جذاب باشه میایم در موردش ویدیو درست میکنیم، در کنار ویدیویی که در مورد روزنامه‌های قدیمی میذاریم اونم براتون میذاریم، براتون پیگیری میکنیم، کار جدید و جذاب حتما. خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنید، خیلی ممنونم که ما رو میبینید، این زمان رو به ما میدید و خداحافظ. سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.